کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در یک شرح مفصل برخی تفصیلات صدمه ماشین پر از گاز مایع در موضع مروتک نویه ورزاب که روز 15 نوامبر سال 2023 باعث برای 4 ساعت بسته شدن یگانه راه زمینی بین ولایت سوخت و مرکز باقی مناطق جمهوری شد نشر کرد. بنا به اطلاع نشر شده 15 نوامبر سال 2023 ساعت 14:44 به وقت محلی در کیلومتر 27 راه ماشینگرد دوشنبه ورزاب در موضع مروتک از سیسترن ماشین سوختبری تمغه ولوو که 20 تن گاز مایع انتقال میداد با سبب‌های تکنیکی اخراج گاز مشاهده شد. این ماشین وقتی دچار صدمه شد که از خوجند به طرف دوشنبه با مقصد احتیاط به دلیل‌های احتمال ترکش ماشین بر اثر اخراج گاز راه ماشینگرد دوشنبه خوجند از هر دو جانب موقتا بسته شد. برای برطرف کردن خطر به جای حادثه به طور عاجل دسته مخصوص خدمات جاسوسی و نجات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان، خدمات سوختارنشانی وزارت کارهای داخله و کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده نویه ورزاب فرستاده شدند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده می‌افزاید در نتیجه اندیشیدن چاره‌های فوری با یاری تکنیک مخصوص گاز مایع از این ماشین به ماشین دیگر انتقال داده شد. ساعت 18:50 خطر برطرف کرده شد و از ترکش احتمالی ماشین و خرابی‌های احتمالی در راه پیشگیری گردید. در این رابطه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از کل رانندگان خواسته است که قبل از سفر ماشین‌های خود را سنجند و نقصان‌های تکنیکی آن را برطرف سازند.